استاد بهمنیار، نشر اولین کتاب سرمده که در ایران چاپ شد برایتان تبریک میگویم. تشکر. وقتی چنین کتاب در کشوری همزبان و همتبار ما به نشر میرسد، مؤلف آن چه احساس دارد؟ البته چاپ کتاب چه در داخل چه در بیرون باعث سربلندی مؤلف است. بخصوصا اگر این کتاب در جای چاپ شود که تو را در اصل میخونند، مثل افغانستان و ایران. خب قبلا هم کوشش های شده بود که کتاب در ایران به تب رسد، لیکن به چه خاطره به تأخیر افتاد و حالا خیلی شادم که به تب رسیده است و آن را روزهای نزدیک رونما میکنم. لطفا شما بهتر است از ویژگی های کار خود در آفریدن رمان های شاهنشاه و سرمده سخن بگویید. خب اولین حکایه‌ای که من نوشتم عشق صیاد نام داشت و بعداً چند حکایه‌ای که به تب رسید در روزنامه و مجله ها دیدم که در یک موضوع بحث میکنن. اون وقت در سر من فکر پیدا شد که چی میشود که این موضوع ها باید یک مکانی زمانی معینی داشته باشند و همین خیلی پیدا شد فکری نوشتن رمان سرمده که به فکرم در 3 مجلد فراهم می آید. جلد یکم به تب رسید، جلد دوم مختصرا چاپ شد و گمان میکنم که سالهای نزدیک جلد دوم کاملا چاپ می شود و جلد سوم رو اگر عمر باقی باشد سالهای من بعد به انتها می رسانم. خوب نوشتن داستان ها چطور به سر می آید؟ داستان ها یکی اینطور میشد، دیگر به طور دیگر نوشته میشد. داستان های من بیشتر تخیلی اند، یعنی اون ابرز و قهرمان هایی که من میسازم یا تصویر میکنم اینها هم محصول خیال منند، در زندگی وجود ندارند. ده هم اون تیپونیم هایی که در یعنی نام های محل و کوه و دره و کل و رود و دیگر چیزها همش ساخته های منند، بافته منند، محصول خیال من. یعنی یگان چیزی کانکریت نیست. در خریطه جغرافیا ده با نام سرمده وجود ندارد، یعنی این حقیقت در سر من است و اون قهرمان هایی که من آفریدم همش بافته و ساخته منند. در زندگی من از زندگی بیشتر جزئیات میگیرم، یعنی خاراکتر یک کس را دیدم، در یک کس چیزی را مشاهده کردم و بعدا اینها را استفاده میبرم، لیکن فابولا یعنی خطی سوژه را خودم میبافم و خودم میسازم و اون قهرمان را خودم انتخاب میکنم و خودم به حرکت میارم. یعنی این به مثل اون است که دریژور اونی که ارکستر را به اداره میکند. یعنی همینطور من یک تصور کنم که یک ده بسیار هم سرنفوذ است و خانه هایی که پی هم به مثل خانه های بلند آشیانه نیویورک گوییم ساخته شدند. یعنی بام این خانه صحن حولی صحن حاطه یک نفر دیگر است، همین خیلی رفته است و من همچون یک مؤلف در همون بالاترین بام نشستم و همه این را تماشا میکنم و از آن نسخه میبردارم. یعنی دریژوری که ارکستر را اداره میکنه. استاد بهمنیار، در واقع شما همچون نویسنده بزرگ بین جامعه اعتراف گردیدید. با خوانندگان پارسیگو چی پیام دارید؟ خب این خیلی خوب بود که مثلا بازسازی شد و امکانات ها پیدا شد که یعنی اون دیواری که بین ما و دیگر کشورها بود برداشته شد، رو آب به این کشورها زیاد شد و به ایران از اون جمله به افغانستان هم همطور شد و ما خیلی خرسند بودیم. متاسفانه باز وضع دنیا دیگر شد، باز مشکلات زیادی پیش آمد و حاضر باز رفت آمد دشوار گشته است. اگر مثل قبلا اگر بگوییم اگر ما کتاب ها رو با واسطه رفیقا می گرفتیم، مثلا یک نفر می رفت ایران با رخصتی یا با چی گوییم همچون سیاه می رفت یا همچون یک کارگر یگان اداره می رفت، ما از وی خواهش می کردیم که اثری فلانی یا فلانی رو با ما بیار و اونها می آوردند. بعدن که خودی ما امکان یافتیم که به ایران رویم، ما
به جای اون که تحفه های دیگر گیریم مثلا قالین ایرانی گیریم ما کتاب میگرفتیم برای که تشنه کتابی فارسی بودیم که در ما سالهای زیاد چاپ نمیشد. سالهای آخر رفیقای ایرانی هم به ما کتاب میفرستادند و ما یک رفیق داریم سردبیر مجله کلک، حاضر به فکرم بخارا نام دارد، علی دهباشی، و خیلی کتاب های زیاد به ما ارسال میکرد و اون کتاب ها رو ما با خرسندی میگرفتیم مطالعه میکردیم و توسط همین علی دهباشی ما کتاب های محمود دولت آبادی، استاد محمود دولت آبادی، سایدی و دیگر نویسنده ها رو دسترس کردیم که برای ما خیلی مفرح بود. خب با چی بگم، قبلا هم ما با ادبیات ایران شناسی داشتیم، مخصوصا نثر کمتر لیکن نظمش بیشتر. در تاجیکستان هم چاپ میشد، در مسکو هم چاپ میشد، لیکن در مسکو بیشتر اون مؤلفای چاپ میکردن که اعضای حزب توده بودند، مثلا بزرگ علوی، بعدا خیلی صادق هدایت را چاپ میکردند. یکی در تاجیکستان خب بوفیکوری صادق هدایت چاپ شده بود، سنگ صبوری صادق چوبک رو ما از دست به دست گرفته میخوندیم و بعدا که استاد دولت آبادی و سایدی و دیگرها دسترس ما گشت، خیلی ما خرسند بودیم که با رفیقای همزبان خود شناس شدیم، اثرهاشون رو میخوانیم و باز خرسندتر هستیم که آنها هم ما رو میخوانند. رمانی سرمده و شاهنشاه خیلی هم در بین خوانندگان شهرتیار گردید و همچنین خوب پذیرفتند. شما وعده کرده بودید که کتابی نوی خود ایجاد میکنید، یعنی که با مثلی همین رمان‌های بی‌نظیرتون، و اون کی روی چاپ رو میبینند؟ رمان سرمده من قبلا هم گفتم این 3 مجلد خواهد شد، یکم و دوم آماده چاپ، یکم چاپ شد، دوم آماده چاپ است. انا اون رمانی که شما گفته شاهنشاه کمی فرق میکند به اون خاطر که دو زمان را در بر گرفته، یکی زمانی تا اسلامی و دیگری زمانی سالهای 80 عصر 20، یعنی زمان شوروی. خب این رمانی که به حال من روی آن کار دارم رمانی دیگر است، تماما دیگر است، موضوعش هم دیگر است، فلسفه اش هم دیگر است، قهرمان هایش هم دیگرند. این رمان به فکرم سالهای نزدیک تمام می شود و به دست می رسد، به دست خوانندگان می رسد. همینطور امیدها دارم. استاد، ما تا جای خبر داریم شما یک رمانی یخی خود را سوزوند. نه سوزوندم، پرتافتم. از بحرش گذشتید؟ نه اینطور راسته، یک مدتی بود که من خیلی شرابی بودم، اون رمان رو تمام کرده بودم، بعدا وقتی مستی اون رو خواندم به من خوش نآمد، یعنی در پایه شاهنشاه و سرمده نبود و من اون رو به زبالدان پرتافتم. زبالدان رو بردن ماشین جای دیگر پرتافتن، یعنی از بین رفت بالکل. وای رو برقرار کردن نمیشه. اکنون ما چی گوییم، در اون سن سالی هستیم که خاطره ضعیف شده است و نمیتوانیم اون چیزی که نوشته بودیم از نو برقرار کنیم. خب بعضی لحظه هاش میشود برقرار کرد، لیکن کتاب را کاملا برقرار کردن امکان نداره. من وقتی که بچه بودم کتاب دوست داشته من گلستان سعدی بود و 1001 شب. من گلستان را قریب از یاد میدونستم، 1001 شب هم گشته و برگشته میخواندم. این اصلا کتاب های خواندنی هم بود، یعنی 1001 شب و گلستان سعدی به من خیلی تاثیر کردن، هم زبان هم موضوع هم جهت. اگر اهمیت داده باشید حالا در ادبیات یک وای است، روندی هست که اون ریالیسم جادویی میگن، وای را نسبت میدهند به ادبیات آمریکای لاتینی، لیکن در اصل زمینه های آن، یعنی بعضی نشانه های آن را میتوان در ادبیات خودمون پیدا کرد. مثلا در 1001 شب یا در افسانه های قدیمه، خود 1001 شب که در غرب همچون کتاب عربی قبول شده است، در اصل از 1000 افسانه فارسی گرفته شده است. پهلوی نوشته شده بود، اون رو
ابن مقفع به وی گرداند، به عربی گرداند. بعد در مصر آن را از نو کار کردند به شکل 1001 شب و مشهور دنیا گشت. و اون رئالیسم جادویی میگن، اون رئالیسم در اساس اسطوره های هم فارسی هم عربی و هم هندی و دیگر مملکت هایی که مثلا امریکای لاتین اصلا هندوها زندگی میکردند، یعنی هندوهای وی سرخپوست که اون را کالوم کشف کرد و گمان کرد که قطعه نو را کشف کرد، هندوستان را، یکی در اصل قطعه نو را کشف کرده بود. انا و در اونجا هندوها زندگی میکردن که اساطیر خود داشتن. یعنی در قطعه آمریکای لاتینی همه این اسطوره ها به هم آمیخته شدند، عربی، فارسی، هندی و دیگرها. و از این یک روند پیدا شد که اسطوره یک گردش پیدا شد در ادبیات که اون را رئالیسم جادویی گفتند. خب در ما رئالیسم سوسیالیستی بود. انا بعداً که رئالیسم ما آشنایی پیدا کردیم دوره‌های بازسازی گورباچوف با بسیار ادبیات غرب، ما فهمیدیم که اونجا کافکا هم هست و مارسل پروست هم هست و دیگرها هستند که در ما کمتر چاپ میکردن. مثلا کافکا رو چاپ میکردن که انتخاباً چاپ میکردن، بعداً کامل چاپ کردن. پروست هم همچنین. خب بسیار نویسنده‌های دیگر هم همچنین که حاضر به خاطرم نمیاد. از اون جمله نویسنده‌های ایران هم چاپ کردن. صادق هدایت را پر چاپ نکرده باشند هم برگزیده‌اش در مسکو چاپ شد، در تاجیکستان هم چاپ شد. این برای ما یک وای بود، کشف یک قطعه نوی ادبیات بود. ادبیات تاجیک اکنون نسل تاجیک رو میگم باید دو تقسیم کرد. اون یکی ادبیاتی که تا سالهای 80 نوشته میشد پورا رئالیسم سوسیالیستی. بعداً سالهای 80 یک گروه جوانهای پیدا شدن که کمتر نظرشان دیگه بود و با این هم یک زمینه پیدا شده بود. مثلا در ادبیات شوروی اتماتوف و استافف و دیگرها پیدا شدن که رئالیسم سوسیالیست رو تغییر دادن. انا ما هم با اونها اول تقلید میکردیم، بعداً با رئالیسم خود یافتیم. مثلا من رئالیسم خود یافتم و این رئالیسم بهمنیاری میگن، یک چیزی که شاید از اونها فرق کنه. یکی این کاری ادبیات شناسا هست که با اون بهادیند که چطور فرق میکنه، چه وای دارد، چه از جهت زمانی، چه اسلوبی، چه موضوع. استاد شما در آینده نزدیک چی نقشه ها دارید و چی اثرهای بالای اون کار میکنید؟ حاضر من قبلا هم گفتم یک رمان نوشته ایستادم، نامش دیوانه گریز که مست میاد. نه، دیوانه گریز که مست آمد. این شرطی است، یعنی شاید بعدا نامش دیگر کنیم. درباره یک بدمست، درباره خودم که یک مدت شرابی بودم، بعدم ترک کردم. بعضی بخشاش نوشتم. یکی اون چیزی که حاضر در دست خودم است و آماده چاپ است، این کارنامه خالدار چلدرو نام دارد. 10 حکایت تیار است، با 10 حکایت دیگر تیار میکنم و به چاپ میرسونم. اینها اگر من به هر حال ندیدم که یگان نظیرش در ادبیات دنیا باشد. تصور کنید نام حکایت: خالداری صیاد، خالداری ماهیگیر، خالداری دتکتیو، خالداری شکارچی، چی نامش بود، شیرافکن، باستان شناس و غیره و غیره. یعنی یک آدم به چندین نمود نشان داده شده است، به چندین رو.